چرا فکر میکنی تو خانواده و فامیل آشنا واسه اینکه تو رو با انگشت نشون بدن که انقدر هنرمندی نیازه که کلی هزینه بکنی؟ فقط کافیه یکم خلاقیت داشته باشی که خودم یادت میدم. واسه این گویای کارملی جذاب شکر رو میذارین آب بشه، اصلا هم نمیزنین، خودش با حرارت کم آب میشه. یه قالب گوی نیاز دارین که 2 تا نیم کارهشو با شکر کاراملی میپوشونین، دیوارها رو بیشتر بپوشونین که نشکنه موقعی درآوردن. 10 دقیقه تو یخچال بمونه راحت در میاد. حالا این کیسه تیبگا رو برمی‌دارین، چای یا دمنوش هر چیزی که دوست دارین داخلش میریزین و میبندینش. گویا رو برمیدارین، تیبگ چایتون رو میذارین، هل، زعفرون، دارچین، لیمو، هر چیزی که دوست دارین داخلش میریزین. حالا یه تابه رو داغ میکنین و یه نیم کره رو میذارین که یه کوچولو آب بشه. این مثل چسب عمل میکنه و 2 تا نیم کره به هم میچسبه. ببین درست کردنش فقط چند دقیقه وقتتو میگیره، ولی وقتی برای مهمون چای میاری حظ میکنه از این همه هنر و خلاقیت. راستی چرا انقدر مقاومت میکنین در برابر فالو کردن من؟ فالو کن، کلی چیز خفن یاد بدم. بدو. چرا فکر میکنین تو خانواده و فامیل آشنا واسه اینکه تو رو با انگشت نشون بدن که انقدر هنرمندی نیازه که کلی هزینه بکنی؟ فقط کافیه یکم خلاقیت داشته باشی که خودم یادت میدم. واسه این گویای کارملی جذاب شکر رو میذارین آب بشه، اصلا هم نمیزنین، خودش با حرارت کم آب میشه. یه قالب گوی نیاز دارین که 2 تا نیم کارهشو با شکر کاراملی میپوشونین، دیوارها رو بیشتر بپوشونین که نشکنه موقعی درآوردن. 10 دقیقه تو یخچال بمونه راحت در میاد. حالا این کیسه تیبگا رو برمی‌دارین، چای یا دمنوش هر چیزی که دوست دارین داخلش میریزین و میبندینش. گویا رو برمیدارین، تیبگ چایتون رو میذارین، هل، زعفرون، دارچین، لیمو، هر چیزی که دوست دارین داخلش میریزین. حالا یه تابه رو داغ میکنین و یه نیم کره رو میذارین که یه کوچولو آب بشه. این مثل چسب عمل میکنه و 2 تا نیم کره به هم میچسبه. ببین درست کردنش فقط چند